در این ویدیو در مورد از این که چگونه من زبان آلمانی رو یاد گرفتم و کدام طریقه را به پیش بردم که به زودی و خوبتر آلمانی رو یاد بگیرم، به شما معلومات مفصل و بسیار مهم را میدهم. اکثر دوستان در ویدیوها کامنت هم گذاشته بودن که به چه شکل و کدام طریقه را پیش ببرن تا بتوانند زبان آلمانی را خوبتر یاد بگیرن و زودتر یاد بگیرن. من خودم شخصا وقتی که از کورس آلمانی می آمدم خانه که معمولا از 8 تا 1 بچه دوام میکرد کورس زبان آلمانی، بعد از استراحت کردن در ظرف گوش میگن که روزانه 1 الی 2 ساعت، معمولا 2 ساعت زبان اما درسایی خوانده بودم دوباره تکرار کنم. همچنان درسایی که به روزهای بعدی استاد تدریس میکرد و پیش خود یک بار مطالعه میکردم، لغتهایش هم میکشیدم و همچنان جملات مهمش را همچنان در یک کتابچه به خود نوشته میکردم. لغات من آنقدر نمیخواندم، فقط به خاطر از اینکه آرتیکل ها را یاد بگیرم، لغات ها را روش میکنم با آرتیکل هایش یاد بگیرم در یک بخش از کتابچه‌ام و در بخش دیگر از کتابچه‌ام کوشش میکنم که جملات را بیشتر یاد بگیرم، چون در آلمانی هم جمله سازی بسیار زیاد مهم است. البته یک ذکر کردم استاد آلمانی نیستم، ولی همین طریقی که من پیش بردم این بود که من جملات را بیشتر سرش فوکس کردم و شکل جمله یاد گرفتم. هر بخش و لغات آنقدر سرش فوکس نکردم، بغیر از اینکه آرتیکل ها را با لغات یاد گرفتم و جملات را در کارتک های خرد نوشته میکردم و روزانه به طور مثال از کتاب جملات یاد میگرفتم، در کارت ها به خود نوشته میکردم. روزانه 5 الی 10 جمله میشد و این 5 الی 10 جمله را در روزمره تکرار کرده میرفتم و روز بعدی باز 5 الی 10 جمله دیگر را یاد میگرفتم و همراهش 5 جمله که قبلا خوانده بودم را تکرار کرده میرفتم. و می ترتیب روزمره اگر شما 5 جمله یاد بگیرین، معمولا در یک هفته اگر 20 الی 30 جمله یاد بگیرین بسیار زیاد میشه و تکلمتان بسیار مفیدتر میشه. در ضمن از این طریقه دیگه که بسیار زیاد مهم است که شما درستان از بین بره که اکثر ها ترس ها داشته باشه که درست تلفظ کردن نمیتونیم و میشرمن که غلطی و اشتباه نکنن. به این خاطر باید شما وقتی که هر جمله را مطالعه میکنین یا هر کلمه که میخواین باید بلند بخوانین تا خودتان همچنان رو بشنوین و امو ترستان که هست برطرف شو، هر جمله رو بسیار بلند تلفظ کنین تا خودتان همچنان بشنوین. همین طریقی بود که من استفاده کردم، زیادتر نوشتن و جملات و نوشتن جملات همچنان در شرایبن به شما کمک میکنه و جمله وقتی که شما نوشته میکنین خوب صحیح در فکرتانم در حافظیتانم همچنان حفظ میشه و بسیار براتون آسان تمام میشه. بنابراین توصیه ما همین است که شما لغات را با آرتیکل یاد بگیرید، از یک بخش از کتابچه‌تان برای جملات تخصیص بدین و اون جملات را در یک بخش کتابچه‌تان هم نوشته کنید و در یک تعداد کارت ها هم نوشته کنید. میتونید در کارت ها را باز در اتاقتان آویزان کنین و روزمره شما میتونید اون کارت ها در اتاقتان هر طرف که بیرین چشمتان دمو میخوره و دوباره یاد میکنین. خوب است که اون کارت ها را همچنان شما در اتاقتان در دیوار و در الماری آویزان کنین و در آخر ما میبینیم که تقریبا مکمل همون دیوار و یک دروازه و یک الماری مکمل از جملات پر میباشه و شما حس بسیار خوب پیدا میشه و این جملات شما میتونید روزمره در صنف هم استفاده کنین، در محیط هم استفاده کنین و به این ترتیب میتونید بسیار به زودی از اون کتاب آینس شروع وقتی میکنین آلمانی رو یاد بگیرین و گپ زده بتانین و همچنان نوشتنتان همچنان خوب میشه. به امید موفقیت شما، تشکر بسیار زیاد از توجه شما.